پیش به سوی کاسکو ببینیم چیه چه وضعشه. گوله این طبیعت رو نخورید، بیرون خیلی اصلا گوله این طبیعت رو نخورید، به خاطر اینکه 1 ماه سر جمعش رو جمع ببندی آفتابش به این خوبی دیگه شروع میشه میره داخل. بذار عینکم دارم از من بدون عینک بگیر. بریم ببینیم 2 خرگوش زیبا در حال چه کاری انجام دادن هستن. اوه تشریف آورد. سلام. هی همودو جورال لگت. شما چی کار میکنین خانم؟ چشماشو یونی بوده. الان یولی. بخور نوچ جونه. نمیدونم ببینیم. چطوری آقای آقا؟ ایشون هنوز کشته نشه. بخور که نوش جانت مادر. بخور. دینگ دینگ. وای. اینا تشنه‌شون بود. من تو اومدم اینجا رو جارو دادم درمون بستم. خب تابلوهاشونو چرا با نمک میخورم خدا؟ برای هر قطره یه زبون میزنن. آره اصلا نمیچه که پایین هم نمیده. نه یه دونه چیز اون تو میچرخه آبلتیه. این چشاش خیلی خوشگله رنگش. نالا اینقدر اینا پرستیژهاشون با هم فرق داره. اون این لاتا میمونه پسره. اون جلو اون زبون که میزنن تیله میچرخه آب میاد بیرون. خیلی با چلاسن. خیلی تشنه‌شون بوده. داستان ادامه داره. بکنم یه شیشه آبو بخورم. بیا دیگه بیا بیرون بیا. امان بدی. در آب ایمان هستن. کوچولوی خوشگل.
پشت کرد به من، از من ناراحت شد. پوش 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 پوش. Vi هرچی نزدیکتر به چیز بگیری. Om 100 meter kommer du fram till målet. واو tack så mycket. خب دیگه 3 ساعت والا داگو رایگانه. بالاخره این تلس شکسته شد و ما اومدیم کاسکو. ببین چیز حتما بذارم. خیلی داره بره داخل. وقت کار تموم شده، الان داریم جدید میکنیمش. تمدید. آره تمدید میکنیم. چقدر بزرگه. منم میتونم توش دراز بکشم. خب بریم اول تلویزیون بخرید. یه دونه اصلا لباس. نه بلنگو اونجا باند. آره من خوره بلنگو دارم، هر خوره بلنگو. ببین چی نباید. به خدا من چشم نبرم. رجوع هرچی میخوایی اینجا ببر. ببین ما همه فلکتای کوچولو. شمشم. آره 539,000 چقدره؟ گرمش 500 گرمه، نیم کیلوه. چی میخوایی امتحان کنی؟ فکر کنم دوبه خوفلا داره. بی بی. دوبه خوفلا داره. شو. چطور بود؟ نظرتو بگو. آره. نظرتو بگو. کاکائوش خیلی زیادتر از مخلفاتشه. قیمتاش اصلا مناسب نیست. یک شلوار ساده است. نه شلوارکه 539 کرون. عمرن اگه من بدم روی 539 کرون. اینا مایوه، اینا پیرهنه. آره کلانینگه. Det är också dyrt. 289. 289 کرون. دوست نمی داشته بیدیم. رنگ های مختلف. خراب مراب نباشه. خب خرید امروز بودیم. این بهتره اونی کی؟ آناناس 50 کرون. خب اینم همونه دیگه. اینم توی مغازه های سمت خونه ما 50 کرونه. قیمتش همونه. این 50 کرونه. اولی خریدمون از کاسکو. اینا چیه؟ میوه های عجیب غریبه جدیده. یک کیلو 600 گرم 100 کرون. پلومون نه دوست نمیدارم. خربزه 85 کرون. بله آووکادو عشق من چنده؟ آووکادو چقدر ماشاءالله بزرگه. چند تا داره؟ 2 تا 4 تا 5 تا 60 کرون. دونه 10 کرون. نمیدونم. ببینیم این جنسش چجوریه چون من اینا خیلی خوب.
از مغازه‌های سمت خودم میگیرن میذارن بیرون یه جوری که رسیده میشه ولی سفته میچسبه به خود پوسته راحت پوسته میشه خیلی عجیبه غریبه نمیدونم اونا اصلی اورجینال میکنم روش سیاه میشه رنگش عوض میشه باز وقتی ببری وسط میشه وقتی ببری ازش من دیگه داشته باشی بذاری توش که هوا نخوره یا نایلون ببند خب من این کارو کردم بازم روش یکم سیاه شد مثل یه روز که سیاه نمیشه آووکادو میخری؟ آره نده گوجه 85 کرون خیلی گرونه نسبت به سمت خونه ما متاسفانه نمیگیریم. گریپ فروت شبیه پرتقال بود 60 کرون 69 16 تا داره 16 تا 69 کرونی چقدر میشه؟ 3 تاشو میده 18 این چند تا داره؟ بنتا 16 تا 70 کرون 5 تا حساب کنید ریاضیدان ها حساب کنن 3 تاشو میدن 18 کرون توی کاره آره این 10 تاش 70 کرون دونه این 7 کرون خب این 6 تا اضافه داره دیگه نمیدونم ببین 16 رو تقسیم بر 3 بکنی میشه 5 با 5 تا 18 کرون میشه چقدر 5 10 تا 50 تا 5 8 تا 40 تا بله دونه چند شد؟ عددش یادمون رفت خلاصه 5 تا 18 کرون آها 5 تا 18 کرون اینم 40 تا 90 یه ذره این 80 20 تا کرون ارزون تر آهان از 4 کرون یکم کمتر دونه ای نه گرونه برو بابا دونه 1 کرون میده بعضی مواقع دونه 3 کرونش هم من یک بار دیدم در سال. نه 3 کرونش هم دیدیم این 4 کرون میگیره 3 کرونش هم من دیدم 1 کرون داد خب من فکر کنم 100 تا برداشتم در خودم 100 تا دونم برای مامانم این آبشو گرفتم خیلی خوشی باید نمک بریزین تو یکم من از اینا دوست دارم ناشی پرون خیلی خوشمزه است بخورم من خیلی دوست دارم ولی نمیارزه به قیمتش 100 کرون بدم روی این 10 یورو عمرن من انسان اقتصادی هستم سیب زمینی پیاز 2.5 کیلو 40 کرون واه چقدر گرون یا خدا خلاصه این من پیاز همه چیش گرونه نسبت به چیزایی که داره خرما 150 کرون یعنی 15 یورو تقریبا 15 یورو 14 اینا یخچال کاسکو خیلی خوشگلم 119 کرون عمرن بلوبری بهتره 120 کرون توت فرنگی 140 کرون گرونه منگو چی 109 کرون نه ملونه اینا منگو نیست این منگوه هلون 95 کرون گرونه همه چیز گرونه هیچ چیز نمیارزه خدافظ هیچی ما نخریدیم اینجا سرده با رفتیم خدافظ لباس تابستونی بپوش گرم شد زنده شد این چیه؟ سیب زمینی شیرین سرخ چیه؟ شیرین خب سرخه که شیرینه دیگه شیرینی جات و چیز میزان نه خیلی گنده است ولی خیلی شیرینه 6 تا داره این 100 کرون این 109 کرون 9 کرون 6 تا 109 کرون اینا بهتره به نظر من یه جوری شبیه کیکای یزدی همون کیک یزدی مزدش هم همونه پس بخریم چنده 130 کرون 36 تام داری خوبه این خیلی خوبه میارزه خیلی خوبه آخه نسبت به قیمتش چون من از چیز یه دونه. میگیرم 5 تاش 60 کرونه چنده برای مامانینام بگیریم یا نه همین نه بسته همین بس همین
بچه های من که شیرینی نمیخورم اینو خریدم. امروز شیرینی خوریم. خلاصه بچه ها گفتن این شبیه کیک یزدیه. چنده این قیمتش؟ 115 کرون. 6 تا 115 کرون. نمیدونم بگیرم یا نه. بچه ها تایید شد کیک یزدی بگیریم. میگن مزه کیک یزدیه، یعنی خودشه دیگه، حالا من نمیدونم. اوه مای گاد، من این همه خوشبختی محاله. 115 کرون 6 تا دونه. ماشاءالله. چون این 1.5 میگی. گوشت های خرد شده متفاوت، گوشت شهگرده، گاو، گوسفند، گوشت خوک، بله، و میرسیم به سوسیس. سوسیس احتمالاً گاو. هلا؟ آره فکر میکنم که گاو باشن ایشون. پای خوک و همینطور چیزایی دیگه. ولی این 229 خورده. فقط این تخفیف خورده. 140 بوده شده 94. تاریخش داره میگذره. دوم باید خورده بشه این. 2 روز دیگه. یه روز خونه شما یه روز خورده میشه. ما 5 نفری میتونیم بخوریم دیگه. همون دیگه شما حسین رو میشناسی، یه روزه خورده میشه. تو 1 ساعت برای حسین کافی. خب برو پیستاشش رو ببینم. 299 چند بوده؟ 299. تاریخش هم همونه؟ 2 روز فرصت داریم بخوریم. قیمتش هم بیشتر نکرده. متاسفانه اینو نمیگیریم. حال کن چقدر قرمزه، چقدر بدونه. قیمتش چنده؟ اینا روش سرسور خانم مثلا این زده 353. 1 کیلو 800. تاریخش هم ببینید 3/7. 3 روزه دیگه بعد این خورده بشه. جشن بگیرید، مهمانی بگیرید، منو دعوت کنید. نه روات اونا داره. اینو ارزون کنین که ما بخریم دیگه. 3 روز دیگه هم چیز میشه. انقدر پول بدم آخرش 3 روز دیگه تاریخش تموم شه. این حواسش نیست بریم به پژونالا بگیم داره. نه دیگه دورش خط کشیده، میدونه خودش. اینا چیه؟ دو شهرگرد است. نطفه‌اش اوکی. 12% هم چربی داره. اینم تاریخش داره میگذره. اینم تاریخش داره میگذره. چرا؟ اینم که زیاد نمونده. آره دوم. باشه فردا میومدیم. بچه‌ها صدف چقدر تاریخش کمه. 4/7 تموم میشه. تخفیف هم نزده آدم بگیره. میشه این 8 باز. بره خورده قبلا. نه خرچنگ خوردم 8 بار. تو ایران بهش میگفتیم صبح. Finger is better. Finger is better. Jag håller med. Men sån här de har ju här. Champagne. بخش مورد علاقه بهاره. داره زیتون. سوسیس های مختلف. اینجام که نمیدونم چیه. ماهی های خوابیده شده در موادهای مختلف. هشت پا کیمیل دارم. چنده؟ 230 کرون نیم کیلوش. اوه چقدر گرون. اون
همه چیز سایزش کلا فرق داره. اینو ببینید چنده؟ خدا رو شکر این وقت داره. چی؟ 25 چی؟ ببین 50 کرون این اون برگوتو اگه داشت من میگرفتم. 59 کرون خیلی مرسی چون این 750 گرم. الان اون 29 پایین چیه؟ 25 ببخشید. فلورا دیگه اینه. این همین؟ این 25 کرون؟ آره. چرا انقدر ارزون؟ این یه دونه ارزون خیلی تخفیف عالی داره. نه خب شاید مسئله پشتشه. تاریخش هم خوب بود. نمیدونم. کرمون هم اتفاقا تموم شده. روغنیش کردم. آره مامان. چی میگیری؟ خب اینو گفتم میگیریم به خاطر اینکه ببینیم مسئله پشت شیشت مزه نداره که ارزونه، ولی خب شاید هم اشتباه میکنم مزه داره. 25 کرون برای 1 کیلو. 1 کیلو بابا دوتا میخری یه دونه کمه. خرید بعدی انجام شد. کره یخ زدن یا چیه این الان؟ 1 کیلو. نه 2 کیلو منگو 130. دوست داری؟ مورد علاقه ترین میوه روی دنیا. مرسی. خیلی خوبه. رفت یه سالاد کالا. اوه 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 ببینید چی پیدا کردم. گل دسته گل. قیمت ها چنده؟ یه دونه میکسش 150، روزاش 200 و فرق ببخشید من 300. آره من روند کردم خواستم میگم 300 گفتم 200. این برم داره. چقدر خوشگلن، چقدر زیبا. همین الان برام بخر. گل بخر گل. بخر بو نکن. من بخرم؟ نه من بخرم. تولد میشه بعد. باش. ما هر جا میریم منگو میبینیم. 650 گرم 160 گرم. فکرم خشک شده شه. چه خوشگله. خشکش هم خیلی خوشمزه است. آره. چرا این منگو اینقدر زیبا چیز باشه. چرا من از اول میوه منگو رو نمیشناختم؟ چون سنت به منگو بشناختش، دست پیدا قد نمیده. این چه میوه‌ایه؟ اضافه یعنی افزودنی؟ نه دیگه. خب پس برو دیگه نمیخوایم. بای بای. کنسل شد. منگو خوش شده کنسل. خب این چیه؟ اینم باز منگوه. چرا همش منگو؟ شاید چون مارکای مختلفیه. چیه؟ تمر هندیه؟ فلفلی. یا خدا نه من که نمیتونم بخورم. ولی اگه فلفلی نمی بود اینو خواهم سودی بردم. آرزو چی گفته بودی؟ آرزو قول داده بود چیزی نخره. آره کیک یزدی، آووکادو، منگو، روغن. ماکارون، اینا همش از منه. من کدومو خریدم؟ انگور فکر کنم. کره. خلاص. کره خیلی خرید مفیدیه. تو خیلی خوب خریدی. یه کره 1 کیلویی 25 تومن. آره عالی. این خیلی خوشمزه است. این سسه من البته اینا رو استفاده نکنم. اینش خوبه روی سالاد. نه خب میتونم فقط همینو بگم ولی اینو تو خونه دارم. ایناشو مزه نگیرم ببینم چیه. این هات این شیلی گارلیکه. سیر. آره او این اورجینالشه. اینم که فلفلشه. نه
ریسک نمی کنم چون مزه هاش ترس و روغن زیتون هنوز به سالت فقط هنوز خوشمزه است. داروخانه هم هست. داروخونه اون یکیمون اینجاست. آها چنده؟ 100 و چند ارزون تر؟ نمیدونم. فکر نکنم همین قیمت. خب قسمت داروخونه نریم دیگه چون ما چیزی احتیاج نداریم. بیا از بیا این قسمت خوب بود. این قسمت همش گودیس چی میشه؟ کندی. ولی خب ما نمیخریم چون دوست نداریم. پاپکورن این چیه؟ پاکتش اندازه هیکل توه. آها شانسیه، مثل شانسی. این چقدر ابعادش بزرگه. خب اینا خوب نیستن، خطرناکن. خب این برادرای ما کیلویی میخرن. او این خوبه، اینو دوست دارم. این خوبه. چقدره؟ 1 کیلوش 130. این خیلی خوشمزه است آرزو. قوطی هم داره. آره قوطیش هم به درد میخوره. اینو به نظرم بخریم. خیلی خوشمزه است. بیرون چند میخریم؟ کیلویی اونو میریزی داخل مشنبه. به نظر گولشو بخوریم بخریم؟ نه. بخریم دیگه. نه. بخریم آفرین. هیچ وقت از پیش قولی ندید چون ممکنه بشکنه. من گفتم نمیخرم ولی گفتم بازم میخرم. من میگم نه نمیخرم. من منظورم لباس و وسیله خونه بود. خوردنی که باید خورد. حالا بریم قسمت لباس و وسیله خونه ببینم بازم اونجا چیزی میگیری یا نمیگیری. خب این بادام هندی خام نمکی پسته قیمتش چقدر گنده است. نمیتونم اصلا بلندش کنم. چند گرم هست این الان؟ 1 کیلو 360. خب قیمت 220 بود. مطمئنی؟ 220 کرون 1 کیلو 360 گرم پسته. اینا امتحان کنیم؟ نه پسته انقدر دوباره از ایران. اوکی پسته بردیم از ایران پس امتحان نمی‌کنیم. این بادام هندیه؟ نه. آره دیگه کشن. خوشمزه است. 680 گرمش 165. گرونه؟ البته نه خود کشاناتر هم گرونه. آره. دوست داری آرز امتحانش کنیم؟ میریم که امتحانش کنیم. دوستش دارم. وای از اینا چی اسمش؟ شیریم چیپس. از اینه که سفیده ولی با مزه میگو. فکر کنم جالب باشه. سیرم هست ولی خب ما نمیخریم چون اینا مفید نیستش. به غذای گنجشکا تخمه. به قول سوئدی ها میگن که فوگلمات تخمه. نم خب بیا فوگلمات. ما روزه اولی که اومده بودیم سوئد بعد وقتی از اینا می‌خریدیم بخوریم همون رقم خوبه دیگه. به ما میگفتن مگه شما پرنده اید از این می‌خورید؟ اینا غذای پرنده هاست. به خاطر اینکه سوئدی عادت ندارن بخورن. بلکه ما از این می‌خوردیم اونام شروع کردن فوگلمات بخورن یعنی غذای پرنده ها. این الان فوگلمات انسانیه. غذای پرنده بذار سرجش که ما نمیخریمش. به دنبال چیپس تون برای بابا به سفارش آرزو. چی؟ قارچ؟
قارچ کریسپی قارچ چیپسی قارچ چیپسی به نظر چی میگن ارزش امتحان داره؟ نه من ریسک نمی کنم، ولی من آدمی هم که سر شکم ریسک میکنم به خاطر اینکه مزایای مختلف رو امتحان کنم. آره دیدین فوگلمات قضیه خرید؟ خب نخرید؟ نه نشون میداد. اینا خوب نیست دیگه، اینا همش کندیه دیگه، ولش کن نریم. یا نه فقط بریم نشون بدیم. خب برو برو شکلات یعنی کاکائویی چاکلت مورد علاقه من اینه، خیلی خوشمزه است. خدا نه شاید یه چیز جالب باشه ازش فیلم بگیریم. صبر کن. خیلی سرعتت زیاده خیلی. این قسمت بوی گاو گوسفند میومد. اوف هنوزم همونطوریه. اینا هم توباک اسنوس بهش میگن، البته همون نسوار افغانی. کیلویی تو صفی. خب بگو ببخشید بیا رد شو. نه بگو ببخشید بیا. خب بگو بهشون excuse me. همونجا باش تا فردا من رفت. اینجام قسمت لباس هاست که نه مناسبیش به کنار ما به نظرم خوشمون نیاد بریم نگاه کنیم. اینجا رو هم دیگه گذاشته است و میری نگاه میکنیشون بازش میکنی نگاه. اما حوصله نداریم، میخوایم بریم هر چیز زودتر پرداخت کنیم خریدمونو. تقریبا خریدمون تموم شده. سرش هم خوراکی شکمی، زیاد چیزی هم نگرفتیم به خاطر اینکه قیمتش خیلی زیاد بود. بعدش هم تاریخش فقط 2 روز بود. آره. 2 روزه تموم بعد می‌کردیم. اما اصلا یکم به خاطر خرید نیومده بودیم. در کل ما به خاطر خرید نیومده بودیم، اومده بودیم فقط یه دوری بزنیم، چون که کسی که کارت کاسکو داشته باشه میتونه 2 نفر با خودش بیاره و ما اومده بودیم اینجا بچرخیم. مدل میشم سالی 500 کرونه دیگه که میتونی 2 نفر با خودت بیاری داخل کنی. آره ما اینجا با یکی از دوستامون امروز اومدیم و خیلی هم خوش گذشت. هنوز خوبی بود. بریم مزاش داریم. آره هنوزم این ولاگ ادامه داره. با ما باشین. اینم از خرید کامل امروز ما از کاسکو، در حالی که چیزی نمیخواستیم ولی خب یه چیزایی خریدیم. امیدوارم خوشمزه باشن. میریم خونه امتحانشون میکنیم. خوش گذشت مگه نه؟ خوش گذشت؟ آره بریم مزاش چطوره، به قیمتش میارزه. آره که باز بیام دفعه دیگه. توی صفیم تا پرداخت کنیم. اینجا کد مسئولای کاسکو وسیله ها جمع کنن و دوباره میزنن توی سبد. سبد ما اومد. نیتا اینجا ازمون پرسیدش که اگه میخواید اینا رو توی دون کارتون براتون بذارم که ما اول گفتیم نه ولی گفتیم آره بعدش یس. کنطوری خیلی بهتر، میتونیم راحت‌تر بلندشون کنیم. بچه ها کیکی یزدی ما رو نجات داد. یه دونه دیگه گفتش که
دو تا به اونجا دو نمیشه. تا گرفتیم. دو تاش به یه قیمت بوده. 4 تا پاکت. خب پس دو تا یکی بوده. بلوبری اونم داخلش. الان خوشحالی؟ آره الان خوشحال شدم. الان نوعی شدی یه چیز مجانی بهش دادن. بخوریمشون. ما انتخاب کردیم که منگو اسموتی بخوریم 45 کرون. الان اینجا باید سفارش بدیم تا بیاد. یه دونه باکاد فیلت برودی مکسیکان استیل سفارش بده لطفا. یه دونه اون بگیم سه تایی بگیم. چرا منگو هم میتونه بگیریم؟ فکر کنم این دوتا رو بگیریم خیلی خوشمزه. تیکه های پیتزاش اندازه یک پیتزای گنده است. این دوستامون خریدن در حال سفارش. برای سفارش گفتش که باید کنتانت باشه، یعنی پول دستی، یعنی اولین جایی که همچین حرفی رو زد، چون همیشه تو سوئد باید با کارت پرداخت کنیم و ما اینجا داریم پولامونو کنارم زم نمیدونم دارم نگاه میکنم. صبر کن. کارت پولم اینجاست. نه ندارم. اشکال نداره. خلاصه نداشت. بریم یه جا بشینیم تا سفارشمون آماده بشه. فکر کنم اینجا خوب باشه. سالاد منگو اسموتی. آره راست اسموتی منگو. دو تا نبود؟ سه تا. هر دفعه از زیر سمت میاد. چنگالینا خواهر بهترین برادر. آرزو هم میره با خوردنی برمیگرده. این دفعه دیگه چی داری برامون؟ میکس نمیدونم چیه. اصولا آدم مشتاق. خیلی ممنون خیلی ممنون. آهان در بیارم. قربان خدا. به 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 به. اینم مدل آمریکاییش. نداری بزرگه اینجا همه چی بزرگه. اینم خوشمزه است، اینم خوشمزه است. اینجا همه چی خوشمزه است. که داشتم میرفتم تا وسایلم از روی ریل بردارم، یه چیز کرد بهش گفتش که چند وقت بود مسافرن. ببین اونجاشو بگی. یه بالا. آها. خب حالا بشین. این دیگه تکونم نمیکنه. خودشون اینو میدن. آره پلوش هم جا داره. البته ببین یک اینو ما در آخر رفتیم روغنم خریدیم، روغن زیتون. دفعه روغن. روغن هم هیچ مشکلی نداره. این دوتا من بده. میتونیم بذاریم پشت ماشین. اینجا یا اونجا بزن. آره اینجا بده. تو میبری چرخو میذاری؟ آره. مرسی دختر خوبی شدی. امروز دوست دارم بیشتر از دیگر روزها. Ele combite. پسرمون اینجا لم داده استراحت میکنه.
منو ببین. بیا اینجا کوچولو. کوچولو. دستم درست کنم. بیا. بیا. ببخشید مزاحم استراحتت شدم. برو بخواب. خدا منو خیلی دوست دارم نارزوی. آره. من بوی خوشی میدم برایشان. من به خودت چیزی ندارم، خوردن چی ندارم عزیزای من. تا میای کوچولوی کوچیری. چیزای خوشگله چو ببینید. اوه نرید جلو دیگه. بازم چشم آبیش. آقا چشاش آبی وای پا من بگو اینا میره توی معده‌شون اگه که از من خوشش میاد. همش زیاد باشه. میاد پیش من کوچگیری کوچوری. هی توتون وای ننه وای ناله امشه اون یکی زیبارو. وای خدا. هی این خیلی بازیگوشه. هی کم سیبیلاشونو ماشاءالله. بیا اینجا. خوراکی میگی؟ برو من اونجا. برو مامانی. بیا مامانی بده. بوشو بچت استش. منو میخواد. بیا میگم من میام ولی نمیام چه. بده من بده. چیزی. نمی‌تونی. خب بیا سرخم شو. میگیرن از دستت چون یه کوچولو بیشتر نباید بخوری. خب بذار مامانت میاد اینجا الان. برو اونور من بشینم. برو اونور برو. ای کی گندت بگیرم. بیا. Any target. تون سب کن. خیلی خب بیا بگی بخور تو اول. عجب پسر پرویه. خب بذار اونم بخوری. چرا ازش میگیری؟ این خیلی خوشمزه است. خیلی دوست دارن اینا. بیا. چیه غذای یا نه چیزه. یه بالزامی درست کردم واسه اینکه موهای توی معدهشون اذیتشون نکنه. ولی خوشمزه درستش کرد. آره با چیزه هالونه توش فرنگی. بذار من ببینم چقدر میاد بیرون. چقدر باید بهشون بدی؟ 1 سانت ولی نخوردن. وای خدای من. خب خیلی خوب برو تو خیلی خوردی دیگه ماشاءالله. دیگه برو نوبت اونه. متجاوز مرده دیگه. بیا بر خب دیگه برو خسته. اینجا بغلشو لیست بزن. تموم شد. تمیزش کن. تمیز. وای خدا. آدم دلش میخواد اینا داشته باشه ولی نه. بابا برو دیگه. سگ مثلا. تموم شد. بای. تمام. تو خودت هم اگه 7 متر کنی من درشو بستم. حالا در اینا من نمیتونم ببندم. بیا اینجا. نگاش کن. سر و تن فدای شکم ها. برو کنار. وای. خیلی نازید. خیلی. بیا. برو عقب. چیزای خوشمزه دارین. خوشا به حالتون. اینقدر بدی که همه چی رو در به داغون میکنی. بیا. بابا اونی که تو دهنت بخور. عجبا. چیه به منم نشون بده چی میدی؟ همین سبزیجات خشک میکنن. چقدر مدلای غذای مختلف. دینا بود. آره. وای آدم فقط اینا رو ببینه امید به زندگی بشه.
اضافه میشه. این خیلی چشاش خوشگله. تمام خلاص برو بینم من برم دستشویی رو نگاه چقدر خوشگله. من لباسم ساتنه، اینا نمیتونم بیان بالا. دل من عاشق چشماته